بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میگن بعضی اهل علم حفظ سطرین خیر من قراءة وقرین. حفظ کردن دو سطر بهتر از قرائت دو شطور بار کتاب. و فهم سطرین خیر من حفظ وقرین. و فهمیدن دو سطر باشد بهتر از حفظ دو شطور بار کتاب. البته این کلام بسیار عمیق است، یعنی فهمیدن معناها پیشتر میشه از حفظ. ولی حفظ هم مهم است، اما اصل یعنی اصل یعنی که چون مقصدی که نهایی ما حفظ نیست. مقصد نهایی ما چی؟ فهمیدن و عمل کردن است. برای این فهم یکم جا میرسد. برای این برادران برای ما مهم است با حفظ فهمیدن معناها. برای شما از یک نمودی یعنی فهمیدن معنا هنگام حفظ نشان میدیم. جای مصحفی که نگاه میکنید چقدر میگه مصحف تدوین نام دارد. مصحف تدوین خصوصیات خودش داره. برای مثلا من یکشون مصحف پیانی چقدر که ببینید اینجا مصحف است، درست؟ و اینجا خالی مونده است برای نوشتن، برای تعلیقات کردن. و تعلیقات کردن برای هر یک شخص از واسه از مستوای شخص است. یعنی هر یک شخص یک تعلیقات نمیکنه. یک کس از مستواش بالا است و تعلیقات او از شخصی که مستواش پست است فرق میکنه. برای آنهایی که نو شروع میکنن، برای مثال چه میگم؟ شما برای مثال معنی آیات ها در جبهه بنویسید. این چیز معنی آیات ها یا اون فایده های تفسیری که میره جبهه بنویسید. آنهایی که مثلا دو سال که همین قدر زبان عربی خوانده هستن و کلمات زیاد میدونن، میتونن چی مثلا نگاه میکنن کلمه‌ای که نمیدونن چی بالاش خط میکشن و در اینجا چی معنی کلمه رو مینویسن. و یکی از اول علم در همین است که اول این حفظ قرآن است و بعداً چی فهمیدن کلمه غریب قرآن. برای مثال من از جزهای پیش نوشته خودم نشان میدم. مثلا اینجا نگاه کنید. اینجا برای مثال سوره مائده است. اینجا من تعلیقات کرده هستم. برای مثال جایی که مثلا کلمه مثلا و حسیبو برای مثال برای ما فهمون نیست. حالا کلمه حسیبو براش یقم مونده هستم چی حسیبو اینه که پین داشتن. البته این پین داشتن از کجا میبینیم؟ از کتاب لغت خود نمیبینیم. برای مثال شما از کتاب‌هایی که غریب القرآن هستن از او استفاده می‌کنید. یکی مفردات قرآنی مثل کتابی که اینجا من دارم، یا اینکه از تفسیرهای مثلا اگر مستوای شما مثلا که زبان عربی پستر باشه، زبان تو خود نباشد، شما از معجم‌هایی که به زبان فارسی هستن یا که تفسیرهایی به زبان فارسی نوشتن از اونجا می‌نویسید، یا که ترجمه قرآن می‌گیرید، یعنی چی ترجمه همون کلمه را یعنی طرفش می‌نویسید. برای مثال در همین صفحه برای 7 کلمه نافهم است. ما 7 کلمه خیلی نوشته گرفته است. یا که در جایی که برای مثلا یعنی که برای مثلا معنای آیت برای من نفهم است، من چه کار هستم اینجا مثلا اینجا خط کشیده هستم بالا اینجا، یعنی معنای همون تفسیر هم آیت در اینجا نوشته است. و بسیار مهم است. یعنی برای چه این گونه نوشتن مهم است. برای چه نوشتن مهم؟ برای هر گاهی که شما حفظ کرده شما با معنی صفحه رو فهمیدید، کلماتش نوشتید، حفظ کردید. و وقتی که مراجعه میکنید، هر باری مراجعه میکنید شما باز از همین کتاب مراجعه میکنید. یعنی که دیگه مصحف نمیگیرید، باز از همین کتاب مراجعه میکنید. هر باری که مراجعه میکنید شما از جمع میخونید چی کلمه‌ای که نمیدونید نگاه میکنید. هر باری که شما نگاه کردید کلمه معنیش دیدید، شما الکی بعد 5 6 7 10 مرتبه زیاد مراجعه کردید، الکی معنی همین کلمه‌اش برای شما هم حفظ میشه، هم صفحه حفظ میشه، هم معنی کلمه حفظ میشه. برای این بسیار مفید است. میتونید استفاده کنید. اگر که این مصحف هم نیافتید میتونید که برای مثال در دفتر بنویسید. اما بهتر از این گونه مصحف برای که هر گاهی که شما مراجعه میکنید شما که معنی کلمه شما معناهای کلمه نوشتگیتون نگاه کنید. در این کلمه مثلا 10 تا کلمه، در این کلمه یا در اینجا 13 تا، یا که در اینجا زیادتر. همین گونه اینه که برای شما آنجایی که شما قیم بود که صفحه کلمه قیم بسیار داره، وقتی که هر بار که نگاه میکنید، هر بار که میخونید، هم تکرار صفحه هم حفظ کلمه. و اگر شما به همین طریقه اگر که تا آخر قرآن حفظ کنید، یعنی که شما الکی یعنی که یک به مستوی خوب رسیدید در قرآن، که الکی شما معنای غریب قرآن، یعنی کلمه‌ای که قینی که در قرآن هستن معناش الکی میدونید. و بعداً یک بعد دیگر علوم‌های دیگر قرآن میگذارید. و شاید بعضی ها فکرن که این گونه نوشتن وقتی زیاد میگیره، وقتی زیاد نمیگیره. برعکس این گونه نوشتن وقتی زیاد نمیگیره. برعکس این گونه نوشتن شاید کمی وقت بگیرد، اما برای حفظ شما سخت کمک میکنه. برای مثلا شخصا برای من این گونه مثلا فهمیدن صفحه حفظ من رو قریب 10 مرتبه آسان میکنه. اگر من صفحه رو نفهمم، برای من حفظ کردن برای من بسیار سخت است. اگر صفحه رو فهمیدم، کلماتش فهمیدم، معنای صفحه معنای آیات فهمیدم، برای من یکم رد کردن آیات ها آسان است.
برای حفظ کردن هم از همه جهت چی همین صحیفه هم در مراجعه سخت است، هم در معنا، هم در حفظ. برای این کسی که فکر میکنه میاد که یعنی که این وقت زیاد میگیره و همه حفظ کم کرده میتونه خطا میکنه، برعکس است، یعنی که این حفظ شما رو بهتر میکنه. بله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.